بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام، وقت بخیر خدمت شما بینندگان عزیز شبکه 2 سیما. یک بار دیگه در خدمت شما هستیم از محل برگزاری نمایشگاه بین‌المللی تهران، جایی که داره 15مین رویدادی که در حوزه نانو هست، نمایشگاه ایران نانو برگزار میشه. اینجا کلی شرکت‌های دانش بنیان اومدن در حوزه نانو، در بخش‌های مختلف، در پزشکی، در کشاورزی، در صنعت، در پتروشیمی، تا محصولات خودشون رو که ویژگی مشترک همشون مبتنی بر فناوری نانو بودنشون هست عرضه بکنن، ارائه کنن. فرصت خوبی است برای اینکه این دستاوردها رو ببینیم، به ویژه برای دانشجویان، برای کسایی که فعال هستن در عرصه‌های صنعتی، بیان ببینن چه فرصت‌های خوبی میشه ایجاد کرد و چه کسب و کارهای خوبی میشه ایجاد کرد با تکیه بر فناوری نانو که یکی از فناوری‌های پیشرفته دنیاست و کشور ما هم به لطف خدا و به همت جوانای پرتلاش کشورمون که البته از حدود 20 سال پیش این روند رو شروع کردن، تونسته در دنیا یکی از کشورهای صاحب نام باشه. خیلی عرصه مهمیه به نظرم که یک صنعت، یک حوزه‌ای باشه که کشور خود ما توش بتونه جزء بهترین ها، جزء بالاترین ها باشه و این یعنی میتونیم در لبه علم حرکت بکنیم. ما اینجا هستیم برای چی؟ برای اینکه بتونیم به شما چند تا از این دستاوردها رو طول برنامه معرفی بکنیم. امروز و در این بخش برنامه در خدمت یکی از بانوان فناور هستیم که مجموعهشون و خودشون تونستن داروهایی رو در حوزه نانو توسعه بدن. من معرفی میکنم به شما مهمان ما سرکار خانم ماریا بیهقی. خیلی خوش آمدید. سلامت باشید. ممنون. بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و دوستان و همکاران و همچنین بینندگان عزیز. بله، من دکترا بیوتکنولوژی هستم. در زمینه حالا چون پستاکم در زمینه طراحی دارو گرفتم و میخوام در زمینه داروهای مختلف فعالیت میکنم و خب شرکت دانش بنیان نانوزیست فناوری فردوسی داریم که در پارک علم و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد و پارک علم و فناوری سلامت پژوهشکده بوعلی مشهد مستقر هستیم و همچنین به عنوان یه هلدینگ شرکت داروسازی پارس تکروخ هستیم که تاکنون تونستیم به 6 تا محصول تو حوزه بایوتکنولوژی، مهندسی ژنتیک، بله زیست فناوری ما دست پیدا کنیم که همه محصولاتمون هم حدود 6 محصولمون ثبت اختراع بین‌المللی شده، 2 محصول ثبت اختراع داخلی و یکی از محصولاتمون US پتنت امریکا رو تونستیم دریافت کنیم که در مرحله گرند شدن هست و در مسابقات بین‌المللی سوئیس تونستیم در 3 دوره شرکت کنیم. در هر 3 دوره هم 2 مدال طلا و 1 مدال نقره کسب کردیم. گواهی نوآوری سوئیس رو با گرید A از سوئیس دریافت کردیم و حالا خوشحالم که تونستیم محصول پیشگیری و درمان آلزایمر و همچنین محصولی بر پایه کرم‌های ترمیم و محافظت از پوست و آرژینیک اسید انار رو در 10مین نمایشگاه نانو ارائه بدیم. خیلی ممنون سرکار خانم دکتر بیهقی که شما فرمودین که دوره پسا دکترا هم گذروندین. درست داخل کشور خارج کشور؟ نه، داخل کشور. دانشگاه فردوسی. خیلی من شدید به ملت به ایران دارم. من حالا چند تا دوره به عنوان مثلا پذیرش داشتم ولی خب دوست داشتم دانشگاه فردوسی ادامه تحصیل بدم و به همین چون معمولا افرادی که خیلی ساده میتونن پذیرش بشن افرادی که مثل شما، مثل همکارانتون محصول توسعه داده باشن، حتی مقالات علمی داشته باشن. خیلی مرسوم هست در دانشگاه‌های کشورهای غربی زود پذیرش میکنن میرن. برای شما حتما این امکان فراهم بود که اشاره کردین. چرا نرفتین؟ چرا موندین اینجا؟ چرا کار که میگن آقا نمیدونم سخت کسب و کار تو ایران، آقا نمیدونم 200,000 تا سنگ داره جلوی پاشون میندازن نمیذارن کار بکنن. شما چی حس کردین و آیا حالا اصلا این بحث‌ها اگه وجود داشته باشه نمیشه براش غلبه کرد؟ شما چیکار کردین که به این نقطه رسیدین؟ چرا؟ خب آخه شرایط سخت هست ولی خب بالاخره آدم توی سختی ها بهتر میتونه خودشو نشون بده. چرا؟ خب اگه مثلا خیلی پذیرش برای من از همون دوره ارشد مثلا دانشگاه شفیلد انگلستان بودش، دوره دکترا میتونستم برای کانادا و امریکا اقدام کنم و همچنین برای پستاک پذیرش خیلی خوبی از دانشگاه‌های امریکا داشتم. ولی میگم خودم دوست داشتم، همین که یه مادر 2 فرزند هستم و خب دوست داشتم که همین که در کشور خودم باشم وگرنه حتی دانشگاه گرجستان هم به عنوان هیئت علمی درخواست داده بودن یه مدت به صورت آنلاین ولی خب بازم دوست داشتم در ایران باشم و حالا بالاخره میگم یه سری مسائل و مشکلاتی هستش و مثلا بالاخره ما یه سری دغدغه‌هایی داریم، یه سری گله‌مندی‌هایی داریم که بالاخره در عرصه پژوهش و فناوری حالا کمتر توجه به اون محققین ممکنه بشه ولی خب بالاخره بایستی ما با همه این
سختی‌ها حالا باز خدا رو شکر با طبق راهنمودهای رهبری و حالا توی دولت جدید مخصوصا اومدن یه سری فناوری‌ها رو ارتقا دادن و اومدن باز یکم واقعا برای پژوهشگرا وقت گذاشتن و حالا من خودم واقعا به سختی تونستم، حتی میگم همه محصولاتی که داشتم یه جورایی با پس‌انداز شخصی من انجام دادم، یعنی من از هیچ ارگان دولتی هیچ گرانتی دریافت نکردم برای محصولات خودم، ولی هیچ پژوهانه‌ای نگرفتیم. هیچ پژوهانه‌ای نه از بنیاد ملی نه از فقط حمایت معنوی بیشتر از ستاد نانو داشتیم، ولی خب میگم همه اینها باعث نشدش که من بخوام ناامید بشم و بخوام دست از تلاش بردارم. حالا نمی‌دونستم الان ایشون فرمودن، من الان متوجه شدم شما مادر 2 فرزند هم هستید. خدا شاید نگه داره. خیلی این بحثه، چون جامعه خانم‌ها و بانوان ما به حمدالله خیلی تحصیل کرده شدن در سنوات اخیر، دهه‌های اخیر. دیگه مثل قبل نیست که حالا تحصیلات نداشته باشن یا ابتدایی باشه که همه ماشاءالله دانشگاه رفتن. خب خیلی ها ممکنه این موقعیت ازدواج و زندگی شخصی اینها براشون پیش بیاد، حالا بعضی خدای نکرده این رو به خاطر بحث در واقع کاری بگن نه من فعلا مثلا ازدواج نمی‌کنم به خاطر بحث کاری، که خب این حالا میگم خدای نکرده به دلیل اینکه واقعا بعداً ممکنه آدم‌ها احساس می‌کنن که یه چیزی کمه توی زندگی و بعد این در واقع جبران بشه و خیلی ها هم حس میکنن که بعد از که ازدواج کردن مثلا بجو بانوان که آقا مثلا من باید به فرزند برسم، به زندگی برسم، دیگه کاری دیگه نمیتونم بکنم. ولی این کاری که شما انجام دادین، لیسانس، ارشد، دکترا، پس از دکترا، توسعه در واقع محصول، ایجاد شرکت دانش بنیان، عضویت در هیئت علمی، دیگه کاری نمونده که در عرصه در واقع علمی و پژوهشی و فناوری و شغلی انجام نداده باشید. حمایت هم خانواده هم همسرم خب خیلی پس یکیش حمایت خانواده و همسر. هم حمایت خانواده خودم. الان مثلا آقایون گوش کنن. فرزند 1 سالم خب گذاشتم، خب مثلا طفل خواهرم با اینکه شهرستان زندگی میکنه اومدن مشهد، بچه منو بردن توی یه هفته نگه دارن که من بتونم بیام تهران در سال یه هفته یه بارم اگر لازم باشه خانواده کمک میکنن. فرزند نگه دارن و همسرتون فکر کنم همراهی ایشون خیلی موثر در این اتفاق. موقعی که من زمانی که با همسرم ازدواج کردم ارشد بودم، خب حمایت ایشون باشه که من هم دکترا بگیرم هم پس دکترا بگیرم و همین که میگم خب همه اینها رو من هزینه شخصی خب بالاخره حمایت ایشون بود. بسیار عالی، بسیار. البته میدونیم که معاونت علمی و مجموعه ستاد نانو هم حمایت خیلی خوبی دارن از طریق مسیرهای مختلفی که از صندوق‌های مختلفی که هست و خیلی هم از این استفاده کردن. خب شما هم کار مضاعف کردین با هزینه شخصی، بخش مهمی از این کار جلو بردین. اما بریم سراغ خود محصولات. شما چی تولید کردین؟ اینا چیکار میکنن؟ داروهایی هستن برای آلزایمره؟ بله، پیشگیری و کمک به درمان آلزایمر هست که بر پایه یه سری نانوذرات هست که نانوذرات فرنچول و کورستین که اینها باعث میشن که عملکرد پروتئین تاو اثر بذارن از طریق مهار بیان یه سری از ژن‌ها که این ژن‌ها باعث ایجاد آلزایمر توی رنج سنی 45 تا 65 سال برای پیشگیری از ابتلا به آلزایمر و کمک به درمان آلزایمر تو کسایی که توی استیج 1 یعنی مراحل اولیه هستن. بله. بسیار خوب. این دارو مجوزهاشو داره و تو بازار الان ورود کرده؟ متاسفانه نه، ما اتفاقا برای بحث مجوزها چون هنوز دارو رو ما مرحله فناوریش تموم شده، بالینی انجام شده و مرحله اخذ مجوزها هستیم که ان شاءالله به زودی بتونیم ما با حمایت مسئولین و مطالعات بالینی فازهای مختلفش تمام شده، نتایجش گزارش شده. بله. بشه مجوزها رو بگیریم که هرچه سریعتر وارد بازار بشه. پس در این فرآیند هستین و ما منتظریم که هر روز یا هر هفته یا هر ماه چون همچین دارویی تا الان نداشتیم و پتنت شده. من حالا میگم هدف من این بوده ثبت اولین بارش در کشور ما بوده. کشور عزیزمون بوده. بله. و به همین خاطر من خودم دوست دارم که بتونم هر چه زودتر مجوزها رو بگیرم که سریع وارد بازار بشه، چون من عملکرد این محصول رو توی مدت دیدم خیلی خوب. از واکنشی که عزیزان داشتن متوجه شدم که خیلی خوبه و به همین خاطر خودم بیشتر ترغیب دارم که زودتر وارد بازار بشه که بتونن همه عزیزان استفاده کنن. من فکر می‌کنم که مجموعه‌های حاکمیتی در این حوزه که حالا سازمان غذا و دارو هست، معاونت علمی هست، مجموعه‌ای که هستن، حتما خیلی خوشحال میشن و خیلی استقبال میکنن و حتما هم کارهای شما انشالله به خوبی پیش میره. چه افقی رو متصورید برای این کاری که دارید انجام میدید؟ آیا میخواید رو محصولات دیگه هم کار بکنید؟ آیا افرادی رو میخواید در کنار خودتون داشته باشین که اونها هم بتونن دستاوردهاشون رو توسعه بدن، از تجربه شما استفاده بکنن، مسیری که پیمودین با هم باشه؟ برنامه‌تون چی است برای آینده؟ بله، خب من الان به عنوان آرندی شرکت داروسازی تحقیق و توسعه شرکت بله شرکت داروسازی هستیم و به همین خاطر خب دانشجو من خودم چون هیئت علمی دانشگاه هستم، دانشجوی ارشد و بیشتر پایان‌نامه‌هاش رو میگم تو زمینه باشه که
بیشتر محصول محور باشه و بخواید شما که بالاخره اون زمان رو داریم میگذرونیم بزنید حداقل به یه مرحله برسیم که بتونیم یعنی به جای اینکه مقاله تولید بشه الزاما در واقع اونم با ارزش البته محصول محور باشه. خب خیلی بهتره. مثلا ما الان کرم‌های ترمیم و محافظت از پوستی که درست کردیم خب به این خاطر هستش که مثلا ما روی حوزه اگزوزوم خیلی توی ایران کار میشه و الان اگزوزوم تراپی داره انجام میشه و شما اگه یه سرچ ساده انجام بدید می‌بینید که چقدر مقالات تو زمینه اگزوزوم داریم و خب چه بهتر که این مقالات واقعا به مرحله تولید محصول برسه. من اولین بار استاد عزیزم آقای دکتر بهرامی وقتی به من گفتم پستاکی تو زمینه اگزوزوم بذار، من اون زمان خیلی هنوز اگزوزوم آشنایی نداشتم. بعد که مطالعه کردم دیدم چقدر قشنگ من میتونم روی زمینه اگزوزوم مطالعه کنم و خب ما الان یک کرم‌های ترمیمی درست کردیم که بیشتر حالت پزشکی شخصی درمان هستش که خود فرد میتونه مثلا ما از سرم فرد اگزوزوم‌های خود فرد براش کرم‌های ترمیمی می‌سازیم که بتونه برای ترمیم و خیلی عالی. خیلی ممنونیم از شما به طور خاص بجز اینکه به این فناور بودن شما و این دستاوردهایی که داشتین خیلی افتخار کردیم. خوشحال شدیم که یکی از بانوان کشورمون تونستن این مراحل رو طی بکنن که البته تعداد افراد زیادی هم هستن الحمدلله در این زمینه کار میکنن. به شما هم تبریک میگیم، ان شاءالله که موفق باشین. اینجا در نمایشگاه بین‌المللی تهران در 15مین نمایشگاه فناوری نانو در خدمت شما هستیم. ما رو دنبال کنید، ان شاءالله در فواصل در خدمت شما خواهیم بود. تا ارتباط بعدی، خدا یار و نگهدارتون باشه.